دیگر حائل شدن میان شما و بیانات حضرت شیخ الاسلام مدظل العالی در 28مین همایش فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم را روا نمی‌دانم و به استماع بیانات حکیمانه و روشنگرانه حضرت شیخ الاسلام خواهیم پرداخت. تشریف داشته باشند دوستان. ماشاءالله. الحمدلله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل از هر چیزی و سخنی جا دارد که همه ما این نعمت را و این فضل پروردگار را که در این مصلا و در این جمع مشاهده می کنیم توجهمون را به پروردگار به رب العالمین برگردانیم و این نعمت را از خدای عزوجل بدانیم و از خدای عزوجل شکرگزار باشیم. همه نعمتهای مادی و معنوی دنیوی و اخروی برمیگردن به ذات یگانه و اوست ولی نعمت همه ما و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فالیه تجأرون. اگر عافیت هست و اگر نعمت هست همه برمیگرده به ولی نعمت، به خالق و مالک الملک برمیگردد. و اگر ضرر و سیلاب و زلزله و آفات هست همه ما باید او را تضرع کنیم و او را زاری کنیم. چرا تمام این طبیعت و آنچه که ماورای طبیعت هست همه موجودات در اختیار پروردگاران و در دست قدرت او. به همه آفات و مصائب و بلا به او باید
او را تضرع کرد و او را زاری کرد و در درجه ثانی و بعد جا داره که بنده از همه شما مردم عزیز، مهمانان بسیار ارزشمند و گرامی، علمای اعزا و علمای ارزشمند، دانشگاهیان و دانشجویان و فرهنگیان و معتمدین و ریش سفیدان و مادران و خواهران و سروران و برادران و همه طبقات که در این مجلس و محفل از همه طبقات مردم کم و بیش شرکت دارن، از تک تک شما شکرگزار باشم و به شما که مهمانید و ما میزبان شماییم و میزبان خدمتگزار هست و به تعبیر غلام مهمان هست. از شما عذرخواهی بکنیم به عنوان خدمتگزار شما که نتوانستیم شما را به جایگاهی که شما دارید قرار بدیم، حرمتی که شما دارید شما را ما احترام بکنیم. جمعیت سنگین بود، بسیاری از علما اینجا بهترین سخن دارن، بهترین مطلب دارن و ما نتوانستیم از اون استفاده بکنیم و ما از تک تک شما عذرخواهی میکنیم و تنها وسیله که ما را تسلی میکنه عذرخواهی هست در پذیرایی، در خدمت. و واقعا ما زبان تشکر از شما نداریم که شما این همه مسافت طی کردید، این همه راه را آمدید و البته شما برای الله آمدید، برای آن که از علم تجلیل بکنید، سخن دینی به گوشتون بخوره تشریف آوردید، ولی در مقابل شما ما وظیفه داریم. عذرخواهی ما نسبت وظیفه خودمون هست که نتوانستیم ادا بکنیم و تشکر ویژه و خاص دارم از حضرت آیت الله مهامی، امام جمعه معزز زاهدان و نماینده محترم ولی فقیه و استاندار مردمی و سختکوش سیستان و بلوچستان که این هر دو بزرگوار هم جز حامیان این محفلن و خودشان هم تشریف آوردند و از جناب آقای مهامی ما را به فیض رسوندند و استفاده کردیم از بیاناتشون. نمایندگان محترم مجلس، علمای شیعه و سنی، مسئولان محترم به ادارات، مدیران کل، فرماندار محترم، شهردار محترم و سایر معاونین محترم استاندار و از همه ما سپاسگزاریم به خاطر زحماتی که کشیدن و تشریف آوردن و تشکرم من بقیه تشکراتم را در پایان صحبتم عرض می کنم. به هر حال کسانی که ما را در خلاصه در این جلسه همکاری و حمایت کردند و ما از همه اونها سپاسگزاریم. آنچه که اینجا شما دوستان میبینید و به هر حال مدرسه دارالعلوم مکی، جلسه این دارالعلوم مکی هست و جلسه سالانه برگزار میکنه و اگر شما چیزی اینجا مشاهده میکنید و میبینید همه برمیگرده به اخلاص حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه، بنیانگذار این خیر و بانی این نور حضرت مولانا هستند و جز باقیات و صالحات حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه
و اساتیز مخلص و زحمتکش حوزه هست و همکاران گرامی ما و حمایت مردمی، مردم که حمایت میکنند و کمک میکنند، چنده میدهند و این مدرسه را دعای خیر میکنند. برکات همین عزیزان و فضل رب العالمین هست و بنده از بنده چیز ساخته نیست و ما نیستیم، بنده نیستم، همه فضل الهیه و همه نظر لطف خدای عز و جل. خدای عز و جل کاری را که میخواهم بکنند انجام میدن و ما سپاسگزار رب العالمینیم که زیر نظر لطف خدایی و کرم خدا و حمایت پروردگاری. عزیزان، این سلسله‌ای که از اول تشریف آوری آدم، خلقت آدم در دنیا در جریان دارد، این سلسله دین هست که اولین پرچم بردار دین آدم علیه السلام، نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد رسول الله و سایر انبیاء علیهم السلام پرچم برداران دینند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد. این سلسله وحی و نزول کتاب های آسمانی و نزول دین و شریعت، همه اینها، این سلسله مبارکه و این سلسله زیبا، این برنامه رب العالمین برای ساختن بشر، برای آنکه بشر را به وارستگی برساند، برای اینکه بشر را تبدیل بکنه به گوهر و این بشر را به پرواز در بیاورد و این بشر را به جنت فردوس برساند و بشر را به عالی ترین مقام ممکن برساند و انسانها را به قرب خودش نائل بگرداند. الله برنامه دین را قرار دادند و دین به معنای بندگی پروردگار هست، اطاعت از رب العالمین، تسلیم شدن در مقابل خدای، قیام کردن در مقابل نفس اماره، ایستادگی در مقابل شیطان، ایستادگی در مقابل طاغوت و طاغوتیان و طغیانگران و حمایت از رب العالمین و برنامه های رب العالمین است. الله به حمایت من نیاز نداره ولی از ما حمایت خواسته است. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. این امتحان آزمایشی که الله ما را میگه شما ناصر من باشید و منا یاری برسانید. یاری خدا، یاری دین پروردگاره، یاری ضعفای، یاری مستمندان، یاری مظلوم، یاری بی‌دفاع. الله رب العزت خواست انسان بسازه و آنچه که خدا را خوشنود میکنه خدا راضی میشه، خدا خوشش میآید، خدا میپسنده. اصلاح یک انسانه و هدایت یک انسانه و طلبی که در قلب انسان ایجاد میشه، خدا طلبی، خدا خواهی، حرکت به سوی الله، تلاش به سوی پروردگار تا خود را برسانه به الله.
آنچه که خدا را خوش می آید تحمل تلخی ها و ناگواری ها و تحمل مشقات و زحمات و رنج و مهنت در راه رسیدن به الله، در راه رسیدن به پروردگار، در راه هدایت خود انسان، در راه هدایت انسان ها، در راه اصلاح خود و اصلاح جامعه. الله پسند میشه، پسند میکند که بندگان در راه خدا گلویشون خشک باشه، لبهایشون خشک باشه و زحمت بکشن. من یه حدیث بیاد بنده آمد که سیدنا رسول صلی الله علیه و سلم از سفر تشریف می آوردن و گاهی از سفر که می آمدن به خانه حضرت زهرا سری می زدن. همه فرزندان آن حضرت گرامیه و همه دختران آن حضرت، پسران که پسران در طفولیت فوت کردن، ولی زهرا را خیلی دوست داشتن، حضرت زهرا را. و وقتی که آن حضرت آمد خانه حضرت زهرا، لبهای آن حضرت خشک بودند و رنگ مبارکش فریده بود و از سفری ظاهرا که در او مهنت و زحمت و رنج بود آن حضرت برگشته بود و زهرا گریه کردند که آثار خستگی، آثار رنج را بر چهره مبارک پدرشون دیدند. آن حضرت چه رنجها را، چه زحمتها را در راه خدا تحمل کردند، چه اذیت و آزار، چه مشکلات هجرت و مشکلات غار، رفتن توی غارها، غار حرا. نمیدانیم که آن حضرت در غار حرا رفتن با چه فکری رفتن. قبل از وحی و نبوت بود، چه دردی در دل محمد رسول الله بود، چه جوششی در دل آن حضرت بود. این مظالم و تاریکی و گمراهی و بتپرستی را که آن حضرت می دیدن چه بر آن حضرت می گذشت. این انحرافات بشر و گمراهی بشر که خدایش را گم کرده بود و بت پرستش می کرد و ظلم می کرد و انسانیت خبری نبود، پرستش نفس و شیطان بود، چه آن حضرت تحمل کردند. و در آنجا بر او سنگ به غار، آنجا آن حضرت شبها و روزها را به سر می بردند و در فکر بودند که خدایا چه باید کرد. و تا اینکه الله در رحمت را گشودند و اتصالی از آسمان به وجود آمد و جبرائیل امین تشریف آورد و وحی نازل شد و الله دستور داد اقرا باسم ربک الذی خلق. بخوان ای محمد رسول الله، بخوان که وقت خواندن هست. تنها راه نجات خواندنه، تنها راه نجات تلاوته، تنها راه نجات تعلیم علم، تنها راه نجات بیانه. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا بعد اقرا بخوان. دریای علوم و معارف را الله رب العزت بر سینه خلیلش و حبیبش باز کردند و بر اهل جهان و جهانیان خدای عز و جل ترحم کردند. ترحم بزرگی بود که الله رب العزت به وسیله بعثت محمد رسول الله انجام داد. این آخرین نور خدایه، این آخرین پیام رسان پروردگاره، این آخرین ناجیه، این آخرین منادیه و نداش در دنیا تنین افغان شد.
این آخرین کتابه، این معجزه قرنه و این کتاب روز و عصر و این پیام جدید پروردگاره، پیام نجات بخش، پیام حیات بخش، کتاب بی نظیره و این شریعت اسلام، این آخری دین پروردگاره، آخری امانات الهیه، این محبوب پروردگاره، این همه محبوب پروردگاران، اینها را اما از کتاب گرفته و از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و از سینه آن حضرت و شریعت اسلام محبوب پروردگاران هیچ چیزی را حضرت الله رب العزت آنقدر دوست نداره که دینش را دوست داره، ایمان را دوست داره، عمل صالح را دوست داره، اخلاق نیک را دوست داره، تزکیه و اصلاح و احسان را دوست داره و هیچ چیزی را به اندازه قرآن و محمد رسول الله دوست نداره. الله نظر لطف شامل جهانیان شد، سرمایه عظیم نازل شد، کتاب انسان ساز آمد، دین آمد که خاک را گوهر میکنه، دین آمد که انسان ها به پرواز در میآورد. انسان ها روزانه در پروازند، او انسان هایی که قرآن تلاوت میکنند، او انسان هایی که فرمان بردار خداند، اون انسان هایی که تسلیم رب العالمینند و متدینن و دیندارن و روی دین فکر می کنند و دین بالاترین نعمت پروردگار می دانند، با چنگ و دندان به دین چسبیدند. اینها روزانه در پرواز به سوی خدایا و آنانی که به این آیات توجه ندارند، آنانی که به این سیرت توجه ندارند، آنانی که به این احکام نورانی توجه ندارند، اون و دنبال هواهای نفسانیان، دنبال گناهان، دنبال فسادن، فقط به مادیات و دنیا فکر می کنند و دنیا را شیء بزرگی می دانند. بزرگی دنیا در دلشون هست و خدا در دلشون نیست. اونها مثل همون شخصی که الله تعالی فرموده وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. کسی را الله آیات داده بود و او را علم کتابهای آسمانی گذشته را داده بود. او بنده ظاهرا به خدا بود و لغزش خورد و او رفت به سوی دنیا، هواهای دنیایی مورد تطمیع قرار گرفت و به طمع مال افتاد و از او خواستن که در مقابل حق حضرت موسی علیه السلام بددعا کنه که موسی نرسه به بیت المقدس و متوسل شدن به او که موسی موفق نشه به آن جایی که حضرت موسی میخواستن او را فتح بکنند. او دست به دعا برداشت، با دسیسه و با اصرار زنش و رسوای هم گفته که به او عرضه کردن، الله زبان او را بیرون آورد. الله همه چیز را از او گرفت و الله می فرماید او به زمین ماندگار شد، از پرواز به زمین افتاد و ماندگار شد در زمین. اگر او آیات پروردگار را که الله به او داده بود استفاده می کرد، به خدا می رسید، پرواز می کرد، به جنت فردوس می رسید، ولکن او سقوط کرد و الله همه ما را از شکست و سقوط نجات نهایت. عزیزان من، این سرمایه عظیمه، آنچه که امروز
جهانیان به آن افتخار میکنن به داشت و دارایی های خودشون. آنچه که امروز ملت های بزرگ دنیا افتخار میکنن به صنعت و به تکنولوژی و به سرمایه و پول و به امکاناتی که الله به اونها داده است. عزیزان، درسته که این ثروت های دنیا خوبن، درسته که تکنولوژی بسیار خوبه، پیشرفت خوبه و ما باید هم داشته باشیم، اما او سرمایه‌ای که الله به شما داده این سرمایه قابل قیاس نیست. به خدای عزوجل سوگند، آنچه که الله به ما داده که کتاب خدای رحمت للعالمین، سیره مصطفی است و ایمان و دین هست، این قابل قیاس نیستن سرمایه اونها، مادیات و این نعمت. خدا به شما سرمایه بزرگی داده که اگر این سرمایه را شما در زندگی خودتون پیاده بکنید، اگر شما این احکام را، برنامه را در زندگیتون پیاده بکنید، شما تبدیل میشید به یک انسان بسیار ارزشمند، به انسان تاریخی، به یک گوهر. شما میشید محبوب خدا، خدا میشه محب خدا. ما میگیم که عاشق خدا، خدا هم عاشق بندگان هست. او بندگانی که عاشق خدا، خدا معشوق، بنده عاشقه، ولی بنده را انقدر الله دوست داره که مثل یک عاشقه که معشوقش را چگونه دوست داره. الله به بندهش مهربانه که او بنده خدا شناس باشه، شکر گزار باشه، نعمت خدا را بشناسه، نعمت های خدا را، خدا را ببینه، خدا را ببینید، خدا را بشنوید، بشنوید سخنان خدا را. وقتی من و شما انتظار داریم که سخنان یکدیگر را بشنویم، چرا از خدا نشنویم؟ ما دوست داریم که یکدیگر را ببینیم، چرا ما خدا را نمی بینیم که این همه نعمت ها را پروردگار به ما عنایت کرده است؟ مردم عزیز، الله به ما کرم بزرگی کرده و لطف عظیم شامل حال ما شده است که این دین و این شریعت و این قرآن در اختیار ماست. تنها راه برابرداری تسلیم شدنه، تسلیم شدنه و دین همین هست که ما تسلیم پروردگار بشیم. ابراهیم خلیل الله هرچه داشت از تسلیم شدن در مقابل خدا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. هرگاه خدا برای حضرت ابراهیم فرمود تسلیم باشه ابراهیم، آیات خودش را نشان ابراهیم داد و به او گفت تسلیم باش، تسلیم شد. ابراهیم چه تسلیمی، چه رنجهایی را حضرت ابراهیم تحمل کردن. وقتی الله فرمودن فرزندت را که او زمان تنها فرزند اسماعیل بود قربانی بکن، حضرت ابراهیم بدون چون و چرا و بهانه حاضر شد که فرزند قربانی بکنه. وقتی ابراهیم را خواستن به آتش بیاندازن نمرودی ها، ابراهیم با کمال اطمینان و آرامش خود را آماده کرد برای آتش، اما عقب نشینی نکرد از موضع خودش. و وقتی ابراهیم را الله تعالی فرمود که زن و فرزندش را کنار خانه کعبه بگذاره، تنها و برگرده، بدون امکانات و وسایل و اسباب و همراه و همسایه گذاشتند و رفتند. چگونه تسلیم شدن ابراهیم؟ ابراهیم مقام از تسلیم شدن گرفتن. محمد رسول الله این جایگاه عظیم را از راه تسلیم شدن در مقابل خدا به دست آورد. رحمت للعالمین
تسلیم پروردگار بودن که خلیل خدا شدن، حبیب خدا شدن و جایگاه کسب کردن که الله به عمر آن حضرت سوگند یاد میکنه و چقدر آن حضرت را الله محبوب داره و دوست داره. و صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین و اهل بیت اعظام جایگاهی را که کسب کردند، این جایگاه را از دین کسب کردند، از قرآن کسب کردند، از عمل به شریعت و از اتباع سنت به این مقام و جایگاه رسیدند. و الا قبل از این که دین اسلام نازل بشه، ای عزیزان من، اینها او جایگاهی نداشتن، او جایگاهی که بین بنده و الله نداشتن. اما بعد از ایمان اینها محبوب خدا شدن، بعد از عمل به شریعت، بعد از تسلیم شدن، بعد از تحمل ناگواری ها و مشقات در راه پروردگار، راه تسلیمه، راه برگشت به سوی خدای. ملت مسلمان، مردم عزیز، یک پیام این نشست و این جلسه همینه که مسلمانان برگردن به الله تعالی. راه نجات مسلمانان، راه نجات از اختلاف و تفرقه، راه نجات از بنبستهای گوناگون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیره، راه نجات تنها برگشت به سوی الله و صلح آشتی با پروردگار از طریق عمل به قرآن و شریعت و سیره پاک آن حضرت صلی الله علیه و سلم. امت مسلمه امروز گرفتار ضعف ایمان، گرفتار ضعف عمل. ادعای مسلمانان زیاده ولی عملشون کمه. امروز نماز ضایع هست. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. جانشینان پاکان و انبیا بعد از اونها کسانی آمدن که نماز را ضایع کردن و تبع الشهوات، دنبال خواهشات نفسانی افتادن. امروز نفس پرستی زیاده، امروز خودبینی زیاده، امروز خودپرستی زیاده به جای خدا پرستی. امروز ریاکاری زیاده به جای اخلاص، امروز نفاق زیاده به جای ایمان خالص و اخلاص. عزیزان من، این روزگار بسیار مشکل است. مسلمانان گرفتار مشکلاتن. همه این چالش های سر راه مسلمانان، همه این زلزله ها، همه این طوفان ها، همه این جنگ ها، همه اختلافات و فرقه که دگاه در حدیث آمده است، همه اینها برمیگرده به ضعف های ما که فاصله داریم از کتاب خدا، فاصله داریم از تعلیم آن حضرت، سیره آن حضرت و راه نجات توبه و برگشت و تضرع زاری به سوی خدای و اصلاح نفس، همت، اراده و خواستن از پروردگار و جهاد علیه نفس اماره. بالاترین جهاد و اولی جهاد با نفس. تا صحابت اول جهاد با نفس نکردن، جهاد با مشرکین او زمانه و دشمنان اجازه نداشتن، بله شرایطی تکمیل شد و بعد الله تعالی اجازه داد. اول جامعه را ساخت. جامعه ما امروز خامه، ما خامیم، نیاز داریم که خودمون را بسازیم و از نفس اماره و دسیسه‌اش فاصله بگیریم و از شیطان و الله را فرمان ببریم. امروز بسیار جای تأسف، افسوسه که نماز قضای، زکات که یکی از ارکان اسلام پرداخت نمیشه، خیرات و صدقات کمه که بسیار تاکید شده در قرآن و احکام الهی امروز در زندگی ما زایان. فساد
جامعه اسلامی فراوان گناه، تهمت، غیبت، دروغ و رشوه، ربای و انواع محرمات، زنا و فساد که در جامعه اعتیاد، شرب خمر و انواع منکرات که در جامعه موج میزنند و مسلمانان وقتی خود را آلوده به گناه میکنند از نگاه خدا دور میشوند و شیطان نزدیک میشه. گناه، معصیت و نافرمانی خطرناک است. عزیزان من، باید راه برگشته، راه توبه مسلمانان و این یکی از پیامهای این مجلس و این جلسانه که همه ما عوام و خواص توبه کنند، زنان و مردان و پیر و جوان توبه بکنه و نماز را قائم بکنه. برگردید به نماز، برگردید به صف نماز و بلند بشید و نماز برقرار بکنه. آن حضرت نماز برقرار کردند و از دنیا رفتند و همه احکام ضایع شده را، سنت های فراموش شده را ما در زندگی من زنده کنیم، همه گناه ها را ترک کنیم و معصیت ها را بگذاریم و ظلم نکنیم بر یک دیگر رو، ظلم بر خودمون نکنیم و سالم زندگی بکنیم. و از پیام این مجلس و جلسه اعتداله که مسیر شریعت و مسیر دین مسیر اعتداله. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، امت ما امت میانه و بهترین امت میانه، بهترین چیز میانه و ما نباید گرفتار افراط و تفریط بشیم. اعتدال در زندگی مهمه و چیزی که مسیر اسلام هست و مسیر حضرت رسول صلی الله علیه و متاسفانه امروز امت مسلمه گرفتار و افراط و تفریط هست. تندروی بسیار افراط می کنند، بسیار گرفتار تفریط، بسیار به دین توجه ندارند و بعض خود را دیندار میدانند اما از مسیر دین متاسفانه فاصله گرفتن، گرفتار افراطند. او ظرفیتی که در دین اسلامه، او ظرفیتی که در حضرت رسول بود، او در ظرفیتی که در صحابه کرام و اهل بیت اعظام هست، امروز طرفداران صحابه و طرفداران اهل بیت و طرفداران و دوستداران آن حضرت او ظرفیت متاسفانه در بسیار جا ندارند. ظرفیت ها بسیار پایین، تحمل کمه، برداشت کمه، سعی صدر کمه و لحظا ما دنبالیم و این همه مجلس دنبال امت واحده و ما همه مسلمانان را فرا میخوانیم به اتفاق و به وحدت کلمه و به اعتدال و به برگشت به سوی دین و برگشت سوی قرآن عظیم و شان و به برگشت به صاحب مدینه و رحمت للعالمین و امام المتقین. و عزیزان من، مهمه که امروز مسلمانان توجه کنند. مسلمان باید مسلمان تحمل بکنه و ما از چالش های بر سر راه مسلمانان و اسلام همین بعض تعصبات خشک را میبینیم که عصبیت اسلامی نیست، عصبیتی که او را اسلام قبول نداره. تعصبات اسلام دین گشاده است، دین سعی صدر، دین تحمل، دین برداشته که رحمت للعالمین چگونه برداشت کردن همه را، چگونه صلح کردن با مشرکین که چندین سال با حضرت جنگیدن و از مکه خارج کردن و شرایط اونا را پذیرفتن
که جنگ نباشه. با یهودی ها معاهده کردن، یهودی ها را تحمل کردن تا روزی که خیانت نکردن حضرت اونها را تحمل کردن. و من اینجا باید این نکته را خدمت شما عرض کنم که نمیخوام صحبتم طولانی بشه، مجمع سنگینه و دوستان از صبح که انتظار دارن که راه الحمدلله این جلسه مربوط به اهل سنت نیست، این جلسه مربوط به همه جامعه اسلامی، به همه مسلمانان، مربوط به همه ایرانیان و مردم عزیز ایران و ما امیدواریم این جلسه رحمت برای همه باشه و ما اینجا فکر برای انسانیت بکنیم و هدایت انسانها، نفع و خیر انسانها. و لحظه اگر بگیم برای انسانیت هست، هم مستاق پیدا بکنه، خدا بکند که مستاق پیدا بکنه. واقعا اینجا برای هیچ کسی بغضی نیست، عداوتی نیست و خاصتا چون اکثرا اینجا از تمام نقاط کشور اسلامی و کشور عزیزمان هست. من چند نقطه را اینجا یادآوری میکنم و اینه که مسیر اهل سنت الحمدلله و خط مشیشون و سیاست اهل سنت از همون اوائل همین حمایت بوده از نظام جمهوری اسلامی و حمایت از وحدت بوده و جامعه اهل سنت مخالف به تفرقه هست، مخالف به اختلاف. نه در کشور خودمون ناامنی را میپسندیم و نه در جای دیگر ناامنی را برای دیگران میپسندیم. ولی اگر جای دیگر دستمون نرسه، آنچه توان داریم، هر کسی توانایی داره و تکلیف به قدر توانایی است. تلاش همین بوده که ناامنی وارد کشور ما نشود، اختلاف بین اقوام ایرانی و مذاهب ایرانی نشه، اقوام و مذاهب اینجا متحد بشه. همین آرزو را برای همه جهانیان داریم و ما احساس همبستگی با همه مسلمانان دنیا و حتی احساس اخوت با همه بشریت میکنیم که در انسانیت با هم شریکن، مگر اونایی که ظالمان و طغیانگران و منطق ندارن و حرف عدالت حاضر نیستن بپسندن و اهل گفتمان نیستن. مسیر اهل سنت خشونت نیست، مسیر اهل سنت جنگ نیست، مسیر اهل سنت گفتمانه و این مجلس یکی از همین نمونه های گفتمان هست. اینجا عزیزان شیعه ما صحبت میکنن، عزیزان اهل سنت صحبت میکنن، دانشگاهی صحبت میکنه، علما صحبت میکنه و نماینده صحبت میکنه، مسئولین صحبت میکنن و لحظا یک تریبون کوچک گفتمانه و معتقدیم که هرچی که مسلمان گم کردن امروز گفتمانه. کشورهای اسلامی را دعوت میدیم به گفتمان، مذاهب اسلامی را دعوت میدیم به گفتمان. ما موافق با جنگ در هیچ جای نیستیم. معتقدیم مسائل جهان اسلام باید با گفتمان حل بشه. مسائل کشورهایی که توی اونها آفت موجوده مثل یمنه و مثل سوریه یا جاهای دیگه، عراق که الحمدلله آرامش مقداری آمده، همه جا معتقدیم که گفتمان مسائل حل بشه. ملت های اون کشورها بشینن و با خودشون و با تشکیل حکومت های فراگیر و تشریک مساعی و شنیدن حرف یکدیگر و رعایت حقوق اقلیت و اکثریت مسائلشون حل بکنن. این اعتقاد ماست و ما معتقدیم که در همین مسیر نجات. جنگ را ما هرگز قبول نداریم. نه توی استانمون گاهی بعضی آدمان نادان دست به افراطگری میزنن و خدا میدانی که هیچ کسی از ما، هیچ کسی از این مردم استان ما، بخش اعظم تا اونجا که من میدانم، من نمیتوانم کلا بگم که خدا میدانه،
ولی مردم ناراضن، راضی نیستن. مردم جامعه اهل سنت همراهی کرده در همه صحنه ها و در این صحنه اخیر که راهپیمایی 22 بهمن 40مین سالگرد بود که دغدغه مسئولان بود و مقام معظم رهبری بود که مردم بیاین در صحنه، دیدید چگونه آمدن اهل سنت، شیعه و سنی کنار هم آمدن. و یاد حضرت آیت الله سلیمانی بخیر که اینجا 17 سال بودن و بنده ازشون یادی بکنم و در همین مراسم و همه مراسم ما کنار هم بودیم و در بسیاری از رسانه های دنیا مشاهده شد که تصویر آیت الله سلیمانی هست و علمای اهل سنت و این طلبه کوچک هم در همین راهپیمایی بود و این یک وظیفه ملی بود. ما مردم گفتیم وظیفه ملی انجام بدیم و برای من فکرم اینه بنده که ما هیچ جای گله‌ای را نگذاشتیم برای مسئولان امر، برای دولت، برای ملت و برای حاکمیت و خصوصا معظم رهبری. من احساسم اینه که ایشون رضایت دارند از وضعیت اهل سنت. واقعا ما ایثار کردیم، ما همه حرفا را نمیزنیم و اهل حرف هم نیستیم که یک چیزی انجام بگیریم بگیم فلان کردیم، ولی ایستادگی شد در مقابل افراطگرایی. اهل سنت ایستادن و الحمدلله همین امنیتی که داریم تلاش مسئولان، تلاش ادارات مقامات زی رفت و حمایت مردم هست و خواسته هم ما داریم. ما هم بهرحال از اصیل ترین ایرانی ها، اهل سنت از اصیل ترین ایرانی ها هستن و ما ایرانی هستیم و به کشورمون افتخار داریم، به اسلاممون افتخار میکنیم، کشورمون دوست داریم و بران اعتقاد هستیم که با این خدماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و در زمینه خدمات رسانی آبادانی و عمران تفاوت قائل نبوده، اگر چیز جزئی هم بوده جای در قسمت های شیعه نشین هم بوده، اینها جزئی هستند، اینها حساب نمیشن و بکار هم گرفتند از اهل سنت. ولی بیشتری خواسته اهل سنت در دو چیزه که ما این را از مسئولین امر انتظار داریم، خواسته های ما هستن که ما را ببینن و مورد توجه قرار بدن برای وحدت پایدار، امنیت پایدار، برای توسعه کشور از شایستگان اهل سنت در کنار شایستگان شیعه به کار گرفته بشه. در نظر بگیرند شایستگان اهل سنت را. علاقه داریم ما به کشورمون خدمت بکنیم، در سازندگی کشور، در بازسازی کشور، در پیشرفت کشور و علاقه داریم ما که عزیزان ما که در یک کشورمون آزادانه باشیم. الان یک نمونه آزادی همینه، ما قبول داریم که آزادیه که جمهوری اسلامی زیر پرچم جمهوری اسلامی ما داریم و میخواییم همه جا ما آزادی داشته باشیم. جای مسجدی میسازیم توی مناطقی که اقلیت اهل سنت با آزادانه بتونن عبادت کنن و آزادانه بتونن بندگی کنن و نماز بخونن و ماشاءالله مثل که باران رحمت هم آمد و من صحبتم را مختصر بکنم. این خواسته یک خواسته هم به حقیست و انتظار به جاییست و ما امیدواریم که مسئولین با سعی صدر با دوراندیشی همون دستور را که مقام معظم رهبری دادن، همون دستور را همه مسئولان اجرایی کنن، اجرایی بشه، عملی بشه. من فکر میکنم مشکلات ما حل میشود. بله و ماشاءالله جا داره که من بنده باران آمد و من صحبتم را قطع کنم و تشکر کنم از همه کسانی که ما را در برگزاری این جلسه همکاری کردن
هم امام جمعه محترم، امام جمعه معزز زاهدان جناب آقای مهامی، جناب آقای استاندار و فرماندار محترم زاهدان و نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و عزیزان وزارت اطلاعات و دیگر ارگانها و ادارات، مردم عزیز و مهمان نواز زاهدان برای پذیرایی مهمانان همکاری کردن، انتظاماتی که اینجا خدمت میکنه و سایر عزیزانی که در قسمت‌های مختلف مسئولیت داشتن در اجرای برنامه و برنامه ریزی، در بالاخره صوت و در جایگاه و در قسمت مخصوصا آشپزخانه که بسیار کار اونجا سنگینه و با آتش و دود روبرو همکاری کرده، از همه سپاسگزارم و تشکر میکنم، زبان تشکر از همه عزیزانی که همکاری کردن نداشت. اگر از چیزی از فکر من افتاد منو ببخشید و معاف کنید. شکرگزارم از مردم عزیز خراسان مرکزی، جنوبی، شمالی و از استان گلستان، عزیزان گلستان ما که با این آفات و آسیبی که بود ترجیح دادن به دعا شرکت کنند. مردم عزیز مناطق کردنشین، تالش، گیلان و مردم عزیز بندر عباس و استان هرمزگان و بوشهر و کرمان و سایر جاها، تهران و از هر جای کسانی آمدند، کم آمده یا زیاد آمده، ما از همه شما شکر گذاریم. علمای اعزا، علمای بلوچستان، سیستان که تکمیل اینجا، از همه علمای اعزای گرامی که من تک تک باید نام می بردم ولی عاجزم، نمیتوانم، عذرخواهی میکنم و اجازه بدید از قاضی شرف الدین امام جمعه تربت جام که چندی سال میخواد بیاد و امسال توفیق حاصل کردن، ازشون شکر گزار باش. از مولانا مطهری و امام مدیر مدرسه خاف، آناف خاف و سایر علما شکر گزار باشم و الله تعالی همه ما را توفیق عنایت کنه. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ای پروردگارا و ای خدای عظیم و ای خدای بزرگ، با چه زبانه تو را تمجید بکنم، تو را تعریف بکنیم و با چه زبانه از تو یاد کنیم و با چه زبانه تو را ثنا بگوییم. تو بالاتر از آنچه که ما میگوییم و آنچه که ما فکر میکنیم و آنچه که فکر کنندگان فکر میکنند، تو از همه بالاتری. ای خدای زیبا که همه زیبایی ها را آفریدی، ای خدای خوبی ها که همه خوبی ها را تو آفریدی، بنازیم به تو ای خدا و افتخار کنیم به تو ای پروردگار که چون تو را پرستش می کنیم و تو
تو را رب میپنداریم و معتقدیم. از تو درخواست داریم از این محفل و مجلس امشب ما به اندازه مداد کلماتت و به اندازه معلوماتت، به اندازه موجودات عالم بهترین درودها را و صلات و سلام را از این محفل و مجلس همین لحظه همین آن به رحمت للعالمین برسان. پروردگارا درخواستمونه، خواسته عاجزانه، خواسته آرزوی دله که اتصالی از اینجا اله به روضه مطهر آن حضرت با رساندن ارادت ما، با رساندن درود و سلام ما به اندازه قطرات بارندگی ها و به اندازه قطرات آبهای دریا و برگان درختان و ذرات ریگان به رحمت للعالمین، به محمد امین، به صحابه کرام و به اهل بیت عظامش و به سایر دوستداران و به همه انبیا و اولیاء برسان. پروردگارا همه این بندگان تو به طمع آمدند، به طمع رحمت تو، به آرزوی رسیدن به تو، به آرزوی عفو گناهان، به آرزوی رسیدن به هدایت کامل، به آرزوی رسیدن به تو آمدند. پروردگارا این انسانهای طمعدار را ناامید نگردان، ما را ناامید نگردان بدون، ما را دولن نگردان که به دعات شکیان و به دعات محرومان و دعای اونها بالای گوش اونها نمیره. پروردگارا دستای گدایی و سوال بسوی تو دراز، در رحمتت را بر ما بخشا، در کرم. پروردگارا غیر از تو امیدی نیست، آخری طمع و آخری امید و آخری جای فرو ملجا و مأوای ما تویی. پروردگارا را دستگیری کن، فریاد رسی کن. پروردگارا از بندگانت بشنو و بندگان نیاز بندگانت را ببین. ای خدای کریم و ای رب عظیم، ای اون ذاتی که دستور دادی که ادعونی استجب لکم، دعا کنید که من اجابت میکنم. پروردگارا امروز الى جهان اسلام و عالم اسلام فریشانه و امت حبیبت الى سرگردان و دچار آوارگی و اختلاف و تفرقه و جنگ و عداوتن. پروردگارا رب امت ما را و امت حبیبت را برگردان، به حبیب برگردان، به رحمت للعالمین. او رحمت للعالمین که در میدان احد وقتی شکستی متوجه صحابه کرام شد، صدا زدن الی عباد الله، بندگان خدا به سوی من. صحابه
یاد آن حضرت و ندای آن حضرت رسول. احساس میشه که امروز از شهر مدینه و از مرکز منور همین مسئله هست که الی عباد الله، های بندگان به قرآن برگردید، های مسلمانان به سنت برگردید، به سیره برگردید، به رحمت للعالمین برگردید. خدایا ربا درخواست داریم یا حی و یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ما را برگردان و ما را هدایت بده، به هدایت کامل و به معرفت کامل و به احسان کامل ما را برسان. پروردگارا ما را دریاب که ما گم شده را گم کردیم و دنبال نفس و شیطان رفتیم و گرفتار غفلت شده ایم. ما را برگردان به سوی خدات، به سوی دینت، و ما را که دارای این شریعتیم، دارای این کتابیم، دارای این روش آن حضرت هستیم، ما را به اصلمون برگردان و ما را ناجی جهانیان بگردان. ما که پیام داریم، اسلام به ما پیام داده، اسلام به ما برنامه داده است، اسلام به ما رسالت داده. ما را توفیق بده برگردیم به دین به صورت کامل و رسالتمون را توی دنیا انجام بدیم. پیام آی ذات یگانه و رحمت للعالمین را به جهانیان برسانیم. مسلمان بار دیگه مسلمان بگردان و دور ایمان را بار دیگه تکرار بگردان و بساز ما را به وارستگی برسان و به فروازمون در بیاور و به سعادت دنیا و آخرت نائلمون بگردان. پروردگار ربا این مجلس و جلسه را به برگاه خودت مقبول بدار. آفت ها را از کشور ما، این سیلاب های ویرانگر و خطرناک را از کشور ما دفع بگردان و دور بگردان. به داد اله العالمین مردم سیل زده در تمام شهرهای مختلف و خصوصا گلستان که آب از اونجا خارج نمیشه هنوز و نگرانان و حضور داره اینجا توی این جلسه، به داد مردم گلستان برس، به داد آواز و خرم آباد و همه اله العالمین سیل زدگان رسیدگی فرما. آفت ها را دفع کن و ملت ما را بیدار کن تا به الله برگردند و استغفار کنند و به الله رجوع کنند و صبر و استقامتش و عنایت فرما. پروردگارا ربا همه کسانی که مشکل دارن مشکلاتشون حل بفرما، مریضان شفای عاجل و کامل. بسیاری کسانی که درخواست دعا دارن نوشتن نامه برای هدایت فرزندانشون و مشکلات مختلف، پروردگارا به همه مشکلات رسیدگی فرما. زندانی ها درخواست دعا دارن توبه و آزادیشون نصیب فرما. بی اولادان اولاد بده. جمیع کسانی که مشکلات دارن فردی و اجتماعی مشکلات حل بفرما. کشور ما را از گزند روزگار حفظ بفرما. استان ما را و کشور ما را آباد بفرما. مردم استان و مردم کشور همه را به راه صحیح و درست هدایت بده. همه امت مسلمه را هدایت بده، بشریت را هدایت بده و عاقبت ما را به خیر فرما. جمیع کسانی که برکا خدمت میکنن برای ملت، خدمت میکنن برای دین، خدمت علمی انجام میدن، هر نوع خدمات انجام میگیره، جمیع خدمت گزاران جزای خیر عنایت فرما و موفقشون بدار. عاقبت همه ما را بخیر. دانشگاه و مدارس
دینی و حوزه های علمیه، مکاتب و مدارس آموزش پرور، علم و اله العالمین تخصص و تحصیل و دانش را رشد و ترقی عنایت فرما. اله العالمین توفیق بده به جوانان و نوجوانان فرزندان که دنبال علم بروند. و بنده توصیه اکید میکنم خدمت شما که فرزندان من را تربیت حسن بکنیم، تربیت خوب و به علم بفرستیم، دانش یاد بگیرن، علم یاد بگیرن و اجتماعی باشن برای جامعه خدمت. پروردگار همه عزیزان از هر جا آمدن الها بر رحمت و با هدایت و با دامن پر از برکات و خیر به عافیت اینها را به وطنشون برگردان. جمیع عزیزانی که صبح تا اینجا نشستن و جلوتر آمدن تو این جلسات، این ایامی که حافظان جایزه میگیرند یا فارغ التحصیل است، همه این جلسات در جهت خیر قرار بده، در جهت هدایت قرار بده، در جهت روشنی دینی قرار بده و عاقبت ما را اله العالمین خیر کن و خاتمه همه ما را با ایمان کن. همه دستندرکاران و عزیزان که اینجا همکاری کردن و دارا همکاری میکنن، زحمت کشیده در هر قسمت، اله العالمین همه را جزای خیر عنایت فرما، همه را اجر و پاداش بده. و این عزیزانی که امشب اینجا جایزه میگیرن و فارغ دانش آموختگی حاصل کردن، اینها را خدمتگزاران دین بگردن، خدمتگزاران شریعت اسلام بگردن و اینها را هدایت بده، وجود اینها را مای خیر بگردن و عاقبت همه ما را به خیر کن. فرق اسلامی خصوصا شیعه و سنی اله العالمین با هم تفاهم و اخوت و برادریشون مستحکم تر بگردن. جمیع کسانی که میخوان تفرقه درست بکنن، مسلمانان را به جان هم بیندازن، شر اینها را از سر مسلمانان کوتاه بدن.